اگه شما هم میخواید DNS نسل 6 بسازید و یه ریجستر کدی مثل من داشته باشید، تا آخر ویدیو همراه من باشید. وارد فروشگاه میشیم، سرچ میکنیم پایتون 3، پایتون رو دانلود میکنیم. وارد تلگرام میشید، این آیدی که من سرچ میکنم شما هم سرچ کنید. ربات رو استارت میزنیم، تو کانالش عضو میشیم. بعد اینکه عضو شدیم روی آموزش ساخت DNS میزنیم، یه فایل میده، اون رو با پایتون 3 باز میکنیم، روی این دکمه زرد میزنیم. اینجا از همون رمز میخواد 1018 وارد میکنیم، میپرسه چند تا DNS میخواد، مینویسیم 2 تا. بعد وارد اینستا به صورت خودکار وارد میشه. بعد پیجمون رو فالو کنید. بعد دوباره برمیگردیم داخل پایتون. بعد دوباره میره داخل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید. بعد اینکه سابسکرایب کردید وارد پایتون 3 میشید، کپی میگیرید DNS رو. بعد اینکه کپی گرفتید وارد تلگرام میشید. بعد سابسکرایب کردن و فالو کردن 60 هدیه میگیرید. یه جا ذخیره میکنیم، اینو میفرستیم. بعد اینطوری کپی میگیریم DNS رو، وارد DNS میشیم، تنظیمات نسل 6 رو فعال میکنیم. بعد کدایی که اینجا هست رو پاک میکنیم، به جاش کدی که کپی گرفتیم رو وارد میکنیم. بعد اینکه وارد کردیم وارد بازی میشیم.